گوشت کار میکرد. روزی کاری انجام یافت و زن به یخدان گوشت رفت تا چیزی را از نظر گذراند. اما در یخدان ناگهان پوشیده شد. زن در داخل بود. گریه کرد، داد زد، در را به پایهایش کوفت، اما هیچ کس به یاری نآمد. کارمندان همه رفته بودند. بعد از 5 ساعت پاسبان در را گشاد. زن نجات یافت. از پاسبان پرسید که چه خیر شد که به یخدان آمد، چون این وظیفه‌اش نیست. پاسبان چنین جواب داد: من در این فابریکه 35 سال می شود کار میکنم. هزاران کارگر هر روز می آیند و می روند. اما شما یگانه کسی هستید که صبح با من سلام کرده شام خداحافظی میکنید. برای بسیاری ها گویا من وجود ندارم. امروز ما عادتا سلام علیک کردیم، اما بیگاهی این جمله شما را نشنیدم. خیر، تا پگاه. برای همین خواستم فابریکه را از نظر گذرانم. با شرافت شما معنی در حیات بودنم را حس میکنم. خیرباد شما را نشنیدم، فکر کردم چیزی رخ داده است. نفران اطرافتان را دوست دارید، احترام کنید. آخر نمیدانید که فردا شما را چه انتظار